ماما یادته همش بهت میگفتم مریم دختر خوبی، بذار من برم خونشون؟ مریم شبکاره. یادته بهت گفتم طلامو تو خیابون گم کردم؟ گمش نکرده بودم، رفتم طلامو فروختم، با پولش یه تولد مفصل واسه امیر ابراهیم گرفتم. نمیدونم بگم نگم. ماما دیدی میرم تو دستشویی، خیلی دستشوییم طول میکشه، همیشه میگه یه کار زودتر بیای بیرون. اونجا دارم با امیر ابراهیم حرف میزنم، گوشیمو بردم دارم باش چت میکنم. دیدی مامان من هر دفعه میخوام برم بیرون تو ازم سوال میکنی کی میاد دنبالت، کی میاد دنبالت، منم همش میگم آژانس. یارو آژانس نیست. اون عکسایی که میمدم بهت نشون میدادم میگفتم خوشگله یا نه، بعد تو میگفتی تینا اینا رو هیچ جا نذاری یا میذاشتمشون، من این رو هاید میکردم. قرار شد قضاوت نکنی دیگه مامان. اون روز که زنگ زدی به هم گفتم مامان تو ترافیک تهران موندم، تو پیچای شمال بودم. من تو بچگی رو پسرمون کراش بودم. مریم ساقیه، ما هر دفعه میریم بیرون آب کشمش میخوریم. کشمش مگه آب داره؟ من پسرم و گفتم تو پشت سرش بعد گفتی. همه این کیفچم دستوزا بودن، از کراچم واسه همش کادو گرفته بودم. با کارت خودت پولشونو دادم، خیالت راحت باشه. گفتی با فاطمه نگرد دیگه، اصلا دوست ندارم باش بگردیم، همه جا باهامه. یادت این گوشیه رو بهت گفتم معدل الف شدم تو دانشگاه بهمون کادو دادن؟ اینو امیر ابراهیم کادو گرفت واسم.